به نظر چرا آدمای فقیر هر کاری میکنن که پولدار به نظر برسن؟ حقیقتش اینه که بدترین قسمت فقر خود فقر نیست، بلکه احساس شرمیه که فقر به ما میده. بهترین مثال این ماجرا هم فیلم بیپولی حمید نعمت اللهه. ایرج همون اول ازدواجش از محل کارش اخراج میشه، بعد یه دفعه میفته وسط فقر. به جای اینکه تمرکزش رو بذاره روی شرایط تا اوضاع رو بتونه سر و سامون بده، نیم بیشتر فیلم فقط داره تلاش میکنه تا فقیر بودنش رو، این شرایط بحرانی رو از بقیه قایم کنه و نشون بده که نه، همه چی درسته و من هنوزم خیلی پول دارم و اوضاع خوبه. حسن رشتیه، فصل برنج 2650 تومن. اگه برسیم به 2 تن هممون کلهم، نفر اول خودم 1 تن برمیدارم. بالا بگید ببینم چیکاره این. بگو برای من 300 کیلو گوشتی 300 کیلو. رئیس کل پوشاک در خاورمیانه، عدد بگو. واسه بچه‌های شرکت برمیدارم 100 کیلو. برای ما اینا بردار. برنج خوبی ها، ضرر نمی‌کنی. 200 کیلو بزن. خب حسن جون جمع بزن. 200 چون فقیر بودن از نظر جامعه یعنی تو تنبلی، بی‌عرضه‌ای، بی‌کفایتی و خب قطعا هیچ آدمی دوست نداره اینجوری به نظر برسه. ببین سالهای ساله که جامعه و نگاه مردم فقر رو تبدیل به این نقص شخصیت کرده، یعنی تو فقیری چون بی‌عرضه‌ای. به خاطر همین اگر بخوای این حس شرم رو حداقل تو وجود خودت از بین ببری، بهتره که به یه نکته‌ای توجه کنی. وقتی تو جامعه‌ای زندگی می‌کنی که پول هویت آدم‌ها رو تصاحب کرده، پس تو باید یه چیزایی بسازی که پول نتونه اونا رو بخره. سواد، خلاقیت، مهارت. این چیزی بود که ایرج آخرای فیلم بهش رسید. وقتی خوب بین آدما تظاهر کرد که نه من هنوز پول دارم، من ورشکست نشدم، فهمید بابا یه جا بالاخره آبروی من میره، آدما میفهمن من فقیرم، با سر خوردم زمین. پس دیگه از اونجا به بعد تمرکزش رو گذاشت روی خودش. با جناق دیروز زنگ زد، به گوشش رسیده چی کار کردی. همه فهمیدن که تو بر خرج بیمارستان گیتا اساسا رو فروختی. به همه گفت یه تا الان باید همه فهمیده باشن. جانم خب دیگه لابد آبروت رفت. همه فهمیدم من بی پولم. حتما پلاستیکی پسر نداشتم که فهمیدم من بی پولم. حقیقت اینه که ما با تظاهر به پولدار بودن ثروتمند به نظر نمیرسیم. پس تمرکزتو بذار رو خودت.